نفحاتی از اقلیم هشتم. تفاوت آرزوها و همتها. برگرفته از مواعظ عالم ربانی مرحوم سید کاظم رشتی اعلی الله مقامه. عالم ربانی مرحوم سید کاظم رشتی اعلی الله مقامه می‌فرمایند: نقل است که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه فرمودند به همراه 2 نفر از علماء احسا در جایی نشسته بودیم. سخن به اینجا رسید که هرگاه خداوند بهشت را روزی ما نماید از او چه مسئلتی داشته باشیم. یکی از آن 2 که در دنیا به مشقت زندگی کرده بود گفت: در این دنیا بر من سخت گذشته، در آخرت طلب حور و قصور، طعام‌های لذیذ و لباس‌های فاخر را دارم. دیگری که حاکم شرع بود و در منصب قضاوت قرار داشت گفت: من از خداوند می‌خواهم که مرا خدمتگزار آل محمد بگرداند که آنی غافل نباشم، دیگر چیزی نمی‌خواهم. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه خطاب به او فرمودند: این خواسته از برای شما زیاد است. با چنین منصبی چگونه خواهان آن مقام هستید؟ قاضی از سخنان شیخ اندوهگین و ناراحت شد. آن 2 رو به شیخ مرحوم کرده و پرسیدند: آقا شما چه می‌خواهید؟ بله، خواستار شما چیست؟ شیخ مرحوم در جواب ایشان فرمودند: این دنیا بر من تنگ شده، در آنجا وسعتی می‌خواهم که بتوانم لایزال به تفکر بنشینم. چون تاریکی شب آسمان را فرا گرفت، قاضی به خواب رفت و در آنجا حضرت صادق علیه السلام را ملاقات کرد. خدمتشان عرض کرد: شیخ احمد چنین کلامی به من گفته. حضرت صادق علیه السلام در جواب او فرمودند: راست گفته است. این عمل تو با آن ادعا و خواهشت ناسازگار است. بعد از آن خواب قاضی دست از کار قضاوت کشید و از آن پس 1 سال به کربلا و 1 سال به مشهد الرضا علیه السلام مشرف می شد تا آنکه از دنیا رفت. سید مرحوم اعلی الله مقامه در ادامه می فرمایند: پس ببین که این بزرگوار با این مقام از فکر چه دیده است که در آن عالم چنین تمنایی دارد. پس تفکری که با ذکر باشد اعظم نعمتهای الهی و سبب کنار زدن حجاب‌هایی است که مانع نور